با هم دیگه یه فایت سنگین با اسکواد فشاری ببینیم که من با ایم اسیست خاموش همشون رو زدم اما نتونستم وایپشون کنم. این ویدیو رو تا آخر ببین چون که برای مغز بازی خیلی میتونه به دردت بخوره. اینجا بچه‌ها وقتی دیدم زیادن سریع فهمیدم که نمیتونیم تعریفشون بشیم. اسموکو سریع انداختم و یه بک ریز دادم و آرمورم رو گرفتم پر کردم. بعد از اینکه آرمورم پر کردم اینجا دیدن که داره یارش بلند میکنه و خیلی راحت گرفتن با سریع روش و زدمش. دقت کنید بچه‌ها من ایم اسیستم اینجا خاموشه. بریم سریع سرعت ویدیو رو زیاد کنم و برسیم به اصل ماجرا. اینجا دوباره بچه‌ها یکی دیگه از اعضای اسکوادشون دیدم که داشتش فرار میکردش و من یه شات کیرن زدم که بهش اصلا نخوردش و خواستش بره سوار هاورش که فرار کنه. من با 3 تا شات کیرن زدم و انداختم. شاید الان خیلیاتون بگید از کجا معلوم کرد ایم اسیست خاموشه و من اینجا الان بهتون نشون میدم که واقعا ایم اسیستم خاموشه و با ایم اسیست خاموش همه اینا رو گرفتم زدم. اینجا اونجا که میبینید من وسط فایت رفتم توی تنظیمات و ایم اسیستم رو به شما نشون دادم که خاموشه. تو همین فاصله یار منو گرفتن ناک کردن و همین که گرفت و یار من ناک کرد با 2 تا شات کیرن گرفتن. خیلی راحت خوابون نمیشه. خیلی سریع آرمورم رو گرفتم پر کردم و یارم بهم گفتش که بی منو بگیر اما من میدونستم اینجا یه خبری هستش و دیدم که از اون سمت داره به سمت من شلیک میشه. اینجا خیلی سریع رفتم پشت کاورم ایستادم و منتظر شدم که بیاد چون که بچه‌ها یارش اینجا ناک کردن باید میومد سمت من اما چون که من ایم اسیستم خاموش کرده بودم یکم ایمم ضعیف شده بودش و نمیتونستم خیلی راحت روش بگیرم و بزنمش. اینجا یارم گرفتن تگش خیلی راحت اسکن کردم کلاسمو گرفتن انداختم و گرفتن خیلی ریلکس آخرین نفرشون رو با کرم ناک کردم اما فقط واکنش این کسی که گرفتن زدمو ببینید. تو ناموست مادر. اگر که شما با این ویدیو حال کردین و این اسکواد فشاری که من گرفتم زدم با ایم اسیست خاموش حتما لایک های این ویدیو رو بتره کنین تا به دست خودشون برسه.